علی جان این ماشینی که برای دوستت میخوای بگیری درش استوکه. چه توکی؟ حالا تستش کنه بره دیگه. خب نه الان من ماشینی که میبینم از عقب 4 سانتی پنجه بذار جیبت بینیمیز نوه. آقا کارشو خدای 20 تا. خیلی مخلصم. امروز در خدمت این مرد بزرگ علی عزیزم و آقا رنده کردی همه جا رو. عزیزی هر کی میاد ما میگیم استوکه به جایی که ناراحت شه بگه ماشینم استوک داره میگه اس چه توکی ال چه کلی چه اون خیلی لازمه. خیلی خوش اومدید. تیم قوی، تیمتون خدای قوی. مرسی از پذیرایی و چکو. حالا الان داره تشکر میکنم میگه قهوه‌تون مزه دوم مار میده. من نمیدونم آخه یه سوال دوم مار آقا من همین الان هنوز خوابم. قربونتون کردم. یه نفرم پشت دوربین میتونیم برگردونین. آره آوارگارد بیاره خودش تو کامرسی کشمر باشه مثلا کافول لاج. قربونت برم. مرسی.